حتما جمله پول چرک کف دسته یا اینکه پول میاد و میره رو زیاد شنیدید. تا زمانی که دخل و خرج ما یکیه ما مشکل مالی رو نمیبینیم، ولی زمانی که از لحاظ مالی در حال پیشرفت نیستیم و یا مدام به مشکل مالی میخوریم تازه به این فکر میکنیم که آیا ما به بلوغ مالی رسیدیم یا نه. امروز در مورد 10 تا از مواردی که نشون میده آیا ما به بلوغ مالی رسیدیم یا نه مورد بررسی قرار میدیم. خوش اومدید به شاهراه. شماره 1 همیشه در حال پیدا کردن راههای طولانی مدت هستید. آدمهای معمولی معمولا همه چیز رو زود میخوان و دوست دارن به همه چیز زود برسن. برای همین سرمایه‌گذاری بلند مدت نمیکنن و اهمیتی هم نمیدن به این موضوع. ولی یکی از راههای رسیدن به ثبات مالی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. اگر ما به اطرافمون نگاهی اجمالی بندازیم می‌بینیم که اطرافمون پر از تبلیغاتی هست که میخوان ما رو زود به یه چیزی برسونن که البته این دست گذاشتن روی نقطه ضعف افراد ضعیف هست که میدونن که با این تبلیغات میتونن اونا رو جذب خودشون کنن. اما یک آدم ثروتمند و یک آدم باهوش میدونه که هیچ چیز خوبی سریع به دست نمیاد و چیزهای خوب زمان میبره. سرمایه‌گذاری‌های خوب هم جز اون دسته موارد هستن، مثل کوروش کمپانی که اومد و خیلی از افراد رو گول زد و پولی رو ازشون گرفت. اون وعده سود کوتاه مدت رو بهشون داده بود و تونسته بود اونا رو فریب بده، ولی افرادی که به ثبات مالی خوبی رسیدن مطمئنا این موضوع رو درک میکنن که هیچ چیز خوبی مجانی و در زمان کوتاه به دست نمیاد. شماره 2 پسنداز و نگه داشتن پول برای روز مبادا. همه ما در طی سال امکان داره با روزهای مواجه بشیم که مشکلاتی برامون پیش میاد که قبلا فکرشو نکردیم. مسائل مالی که به یک باره مثل آوار روی سرمون خراب میشن، میتونن خیلی جزئی باشن یا حتی خیلی بد، مثل خرابی ماشین، خدای نکرده خرج دکتر و چیزهای اینجوری، هزینه‌های غیر قابل پیش بینی. توی اینجور مواقع داشتن حساب پسنداز میتونه شدیداً به ما کمک کنه. همه افرادی که به بلوغ مالی رسیدن همیشه یک میزان پول رو برای روز مبادا نگه میدارن. ولی بذارید 2 تا پیشنهاد بهتون بکنم. اگر تا حالا این کارو نکردید مقداری از اون پول رو طلا یا دلار کنید که ارزشش از بین نره. اینجوری با نگه داشتن ریال واقعا به اون پول صدمه میزنید و اگه خرجش کنید مطمئنا به نفعتون. و نکته دوم اینه که کاری که خودم میکنم رو به شما هم پیشنهاد میدم. از طرفی به خودتون نگید این پول برای روز مباداست، بگید این پول رو نگه میدارم که لازم نشه خرجش کنم، بتونم اون رو بیشترش کنم و پسنداز بیشتری داشته باشم. برای خودم اینجوریه که اگر فکر کنم که این پول رو برای خرابی ماشین نگه داشتم که اگر خدای نکرده ماشینم خراب شد این پول رو استفاده کنم، خیلی زود اون روز میرسه و ماشینم خیلی زود خراب میشه. چرا؟ چون که ذهن من اون رو جذب کرده. برای همین وقتی پولی رو پسنداز میکنید بگید که من این پول رو پسنداز میکنم به عنوان اینکه هیچ موقع لازم نشه خرجش کنم. شماره 3 پول بیکاری رو توی حسابتون ندارید. برای هر پولی که دارید باید یک برنامه مشخص داشته باشید. پول همیشه باید در جریان باشه. حالا یا تزریق میکنید به کاری که در حال انجامش هستید و درآمد دارید از اون کار، یا اینکه اون پول رو جایی مطمئن سرمایه گذاری میکنید. این مورد با پسنداز کردن متفاوته. ما پولی رو که پسنداز میکنیم و برای روز مبادا میذاریم به صورت محدود و در جای نگهش میداریم، اما این پول به عنوان سرمایه گذاری و پول در گردش حساب. کسی که به بلوغ مالی رسیده میدونه هر اسکناس به عنوان یک کارگر براش داره کار میکنه. این مورد رو حتما شنیدید که میگن پول میاره و اینجوری اسکناسا دارن واسش کار میکنن تا پول بیشتری رو جذب کنن. اگر پولی رو دارید که توی حسابتونه و نمیدونید باهاش چیکار کنید، پس حتما یه فکری به حالش بکنید که بتونید اون پولا رو چند برابر کنید. حالا یا با سرمایه گذاری یا با تزریق اون توی کاری که در حال انجامش هستید. شماره 4 کاهش بدهی ها به صورت منظم. واقعیت این که همونقدر که بدهی ها افراد ثروتمند رو ثروتمندتر میکنه، فقیرها رو فقیرتر میکنه. این یک ابزار بسیار جذاب و بسیار خطرناک. داشتن بدهی‌های بزرگ مطلقاً هر پیشرفتی رو فلج میکنه. بذارید براتون مثالی بزنم که چطور بدهی میتونه خطرناک باشه. مثلا اگر ما نقدینگی کافی نداشته باشیم و همینطور توی کسب و کارمون ماه خوبی رو
هم پشت سر نگذاشته باشیم، باید بتونیم هر جور شده بدهی خودمون رو پرداخت کنیم. ممکنه از مواد اولیه کم کنی یا هر چیزی شبیه اون که از طرفی میتونه سود ماه بعد هم کم بشه. خبر بعد این که تمرکز ما حالا دیگه روی تولید بیشتر نیست، بیشتر روی پرداخت بدهی ما هست. اما فرد ثروتمند با دارایی که داره خیلی راحت امکان داره که اون هزینه رو جبران کنه با کارهای دیگه و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده. خاطر همین اکثر موقع‌ها میتونه بدهی برای افراد ثروتمند فرصت و بدهی‌های بزرگ برای افرادی که درآمد متوسط دارن زنگ خطر باشه. این یه اهرمه که باید بدونید چجوری میتونید ازش در چه مواقعی استفاده کنید. شماره 5، همیشه انتظار داری پول بیشتری در آینده به دست بیاری. ما کلا 3 دسته افراد داریم در مورد پول درآوردن. اول کسایی که دوست دارن پول در بیارن، دوم کسایی که در حال پول درآوردن هستن مثل کارمندها، سوم کسایی که هر روز میخوان پول بیشتری از قبل در بیارن. فقط یک زمان است که شما مدام در حال فکر کردن در مورد کسب و کارهای بیشتر، پیشرفت کار، مدیریت هزینه‌های خودتون و همچنین ایجاد ارزش‌های جدید هستید که جزء دسته سوم باشید. یک فرد بالغ به هیچ عنوان در جا نمیزنه و هر روز فکر گسترش کسب و کار و بهتر کردن شرایط مالیش است. مهم نیست چقدر درآمد داره، مهم اینه که هر روز در حال پیشرفته. مهم نیست چقدر روز قبل به دست آوردید، مهم اینه که امروز هم باید درآمد خودتون رو افزایش بدید. شماره 6، برای بازنشستگی برنامه‌ریزی کرد. در کشور ما و اکثر کشورهای همسایه ما اگر برنامه‌ای برای دوره بازنشستگی نداشته باشید نمیتونید از دولت انتظار کمک داشته باشید. حتی کسانی که 30 سال کار کردن در ارگان‌های دولتی و الان بازنشست هستن، دولت پول کمی بهشون میده که اصلا کفاف مخارجشون رو نمیده. به خاطر همین کسی که به بلوغ مالی رسیده باشه سعی میکنه سرمایه‌گذاری‌های بلند مدتی انجام بده که در زمان میان سالی و کهنسالی مجبور نباشه کار کنه، چون هیچ کسی دوست نداره تا روز مرگش سر کار باشه. شماره 7، کمتر از درآمدتون خرج میکنید. این مردم این جمله رو میشنون خیلی‌ها بهشون برمیخوره و حس میکنن که خب بقیه میگن که اون پول رو خرج نکن و یا میگن که چرا ما باید اون پول رو نگه داریم و خرجش نکنیم. ما برای اون پول زحمت کشیدیم و دوست داریم که باهاش کاری رو انجام بدیم یا چیزی رو بخریم. و با جمله بی خیال دنیا دو روزه همه پولشون رو صرف چیزایی میکنن که دوست دارن، اونم بدون در نظر گرفتن بدهی هاشون، سرمایه‌گذاری های بلند مدت و چیزهایی که برای آینده لازم دارن. اما آدمی که به بلوغ مالی رسیده میدونه که باید هزینه هاش رو مدیریت کنه، قسمتی رو صرف سرمایه‌گذاری، قسمتی رو برای روز مبادا و قسمتی رو برای قبض‌ها و زندگی روزمره و حتی قسمتی رو برای خوشی و لذت بردن از زندگی اختصاص بده. شماره 8، همیشه در حال کتاب خوندن و افزایش اطلاعات مالی هستن. اگر میخواید در شرایط مالی بد نباشید و همیشه از لحاظ مالی رو به پیشرفت باشید، خودتون رو همیشه باید آپدیت کنید. قبلا یک ویدیو در مورد کتاب‌های مالی که به ما کمک میکنن که سواد مالیمون رو افزایش بدیم ساختیم که لینکش توی دیسکریپشن براتون میذارم. اگه دوست داشتید میتونید اون ویدیوها رو ببینید، ولی در مورد مسائل روز همیشه باید اطلاعات کافی داشته باشید. مثلا همین ارزهای دیجیتالی که موقعیت خیلی خوبی بود و کسانی که استفاده کردن به سودها و پولهای خیلی خوبی رسیدن. همیشه سعی کنید توی زندگیتون به روز باشید، مخصوصا مسائل مالی، اخبار دلار، طلا، کریپتو و این چیزها رو سعی کنید دنبال کنید و از موقعیتایی که براتون پیش میاد به بهترین نحو بتونید استفاده کنید. شماره 9، بهینه کردن پول و برنامه برای بهترین بازدهی. به این صورت که با برنامه‌های از پیش تعیین شده‌ای که برای درآمدمون داریم سعی می‌کنیم جوری اون پولا رو سرمایه‌گذاری کنیم که بازدهی پول به بهترین نحو ممکن باشه و بهترین سرمایه‌گذاری همیشه روی خودمون است، نه شغلمون و نه هیچ چیز دیگه‌ای مثل خودمون بازدهی نداره. شماره 10، صحبت کردن در مورد پول شما رو احساساتی نمی‌کنه. وقتی صحبت از پول میشه و شما عصبانی و یا خیلی خوشحال میشید، این نشون دهنده عدم بلوغ مالیه. پول نباید احساسات شما رو توی کنترل خودش بگیره. وقتی حس می‌کنید که شما کنترل خودتون رو از دست دادید، نمیتونید کاری در موردش انجام بدید. این بدترین ضرر رو برای شما به همراه داره. افراد بالغ نه خیلی خوشحال میشن از داشتن پول و نه از نداشتنش خیلی ناراحت. اونا شرایط رو هر چیزی که هست میپذیرند و همیشه برای بهبود خودشون و شرایط مالیشون در تلاش. مثل همیشه ازتون میخوام که اگر حس میکنید که موردی هست که باید به این 10 تا اضافه بشه توی کامنت ها برامون بنویسید. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. حتما این ویدیو رو برای یکی از دوستاتون که فکر میکنید بهش نیاز داره بفرستید.